سلام، وقتتون بخیر باشه همراهان ما. برای اینکه فضای خالی بعضی از قالب‌ها رو بتونیم پر کنیم و از استفاده بشه از فضای منفی که بیستون داره، به عنوان مثال من یک کفش گذاشتم به عنوانی که برای گیفت استفاده کنم. بین اون فضای منفی بیس رمان ژولیتم چسبوندم بین فضای منفیش و بعد شروع میکنم به دورگیری کردن. حتما در نظر بگیرین که طوری دورگیری کنین که چسب از مقوا بیرون نزنه و همیشه فرصت بدین تا به خوبی چسب خوش بشه. برای اینکه اون قسمت اتصالتون در انتها به خوبی اجرا بشه، بهتره که یه خط تا ایجاد کنین روی مقواتون و بعد چسبتون اجرا کنین. برای اینکه مطمئن باشین سیلیکون شروع نمیکنه به ریزش از چسب‌هایی که زدین، همیشه بهتره بعد از اینکه این چسبو زدین برای محکم کاری یک بار دیگه چسبتون رو دورگیریشو اجرا کنین. و برای اینکه دیگه واقعا مطمئن بشین و به هیچ وجه، مثلا برای کارهایی که ارتفاعشون زیاده و امکان داره این مقوا لم بخوره و ریزش سیلیکون به وجود بیاد، حتما از خمیر خوشنشو استفاده کنید. خمیر خوشنشو همیشه قابل استفاده است. میتونی بعد از اینکه کارتون به اتمام رسید بازش کنی اون قسمت‌ها رو و دوباره استفاده کنید. فقط کافیه یه مقدار ورزش بدین با دستتون. سیلیکون رو به مقدار 200 گرم میریزیم و بعد هاردنر رنگی رو بهش اضافه میکنیم. حالا من اینجا 1 گرم اضافه تر ریختم که سیلیکونم زودتر ببنده. سیلیکون مجموعه مامارید برای هر 100 گرم 2 گرم نیاز داره که بهتره این عمل با سرنگ انجام بشه اگر ترازوی 3-0 در دسترستون نیستش. به خوبی هم میزنین، از دیواره ها هاردنر رو میکشین و شروع میکنین به صورت سوزنی سیلیکون رو ریختن روی بیستون و بعد هم شروع میکنیم به حبابگیری. بهتره این حبابگیری با فندک اتمی با فاصله مورد نظر و مقداری ضربه به دیواره های حوضچه باشه. این هم خروجی کار. سیلیکون